من میدونم نفرهایی را که کار میکنن لباس هاشون از روسیه میارن، ماشینشون اکاودو دراشون میخرن میتین کار میکنن، والله سومه که معاش میگیره با پامپرس کودکش نمیرسه. من خیلی نفرها زیادن. ما مردم تاجیک سه فرزندیم، ما یگان تا دو تا کودک نداریم، هممون 4 تا 5 تا 6 تا. بعد هم یک تمونه هیلا میکنیم میخونونیم، با میخونونیمش جای میریم میخریم، همون وظیفه را میخریم میتیمش کار میکنه، سومش در لباسی خودش نمیرسه. این خیلی حکمت ای که مردم کار میکنن در حکمت با بگیم که به همون لباساشو با پاپوشیش با خوردنش با بنزین پلیش این چیزا نمیرسه. با 200-300 دلار دیگه بگیم ما با اون روی میکنیم ای روسیه که زندگی بکنم. چیکار میکنه اگر 10 سال میخوای کار بکنم؟ 10 سال برادری از شما 300 دلاری در جواب پرتوی، بعد 10 سال واپس کار نکنم پلوت ابخه تا مردن تا میرسه.